Эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. لاله و سعید قهرمان‌های این فیلم معروف در سراسر شوروی سابق را اکنون میتوان در مرکز شهر خوجند دید. مجسمه دو دل داده از فیلم من با دختر واخوردم را چند پیش در باغ شهر گذاشتند و به مناسبت پر شدن 60 سال از نوارگیری نخستین فیلم رنگی تاجیکی در سال 1957. فیلمی بهترین است. این یک دستاوردی بزرگترین برای و تاجیک فیلم است. سرودش برای من خیلی پسند است، خصوصا آهنگ سرود را. وقتی که سرود میخوانند همون لحظه فیلم برای من خیلی معقول است. فیلم مذکور پربیننده ترین فیلم در آن عهد بود و میلیون ها نفر در سراسر شوروی سابق آن را تماشا کردند. داستان فیلم عشق دو جوان است که در نهایت به وصال هم میرسند. آنهایی که اینجا میآیند میگویند که فیلم را بارها تماشا کردند. در مرکز خوجند گذاشتن مجسمه قهرمان‌های فیلم یک تلاش برای جلب سیاحان به این شهر قدیمی است و از طرف متخصصان هم خوب قبول شده است. از فیلم هایی که همین خیلی یک خصلتی تربیوی دارند، از همین ها خوب میشد پرسناژ ها را انتخاب کرده ایستاده در آینده باز در باغ و در نزد قصرهای مدنیت گذاشتن ممکن. مجسمه را با پول شرکت مابیلی میگافون ساختند. نام معماری مجسمه را ننوشتند و اعلان هم نکردند. معماری که ایراد نسبت به آفریده‌اش کم نیست، چه در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و چه در میان ساکنان که میگویند سیمای پیکره‌ها با سیمای قهرمان‌های فیلم چندان مانند نیست. عقلم را برد خالی سیاه، دل پاره کرد تیغ نگاه.